روشن کرده اینجا رو این مشعل گاز اصلویه هستی. نمیدونم واقعا نمیتونن کاری بکنن اینجور گاز هدر نره. 24 ساعت شبانه روز، هر روز هفته، تمام سال این مشعله ها همینجور دارن میسوزن. وقت زمستون که بشه کمبود گاز داری. یکی میگفت به خاطر قدیمی بودن سیستم پالایشگاهاشون نمیتونن اینا رو به چرخه مصرف بیارن، باید بسوزه. چرا؟ یکی دوتام که نیست که چه کار میکنه همجور مشعل دارن میسوزن. اصلویه نمیدونم نمیشه یا نمیتونن به جای اینکه این گاز اینجور بسوزونن و هدر بدن یه فکری بالش میکنن هدر نره اینجور. نمیدونم سیستمش چجوریه. یکی دوتا هم نیست، زیاده.